با دستور هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راهبران وزارت و کمیته‌ها ولایت‌ها شهر و ناحیه‌ها موظف گردیدند که قبول شهروندان را به راه مانند و هر هفته روزهای شنبه با شهروندان روبرو شده عرض و شکایت آنها را گوش کنند. و اینک ما در ناحیه شهر نو قرار داریم. امروز 29 اکتبر سال 2022 ساعت رسا 9. این لحظه از جانب رئیس ناحیه شهر نو ولیزاده عبدالقادر یوسف قبول شهروندان دایر می‌گردد و ما در این قبول بی‌واسطه شرکت می‌ورزیم و تا ببینیم که از جانب اهالی از جانب مردم ناحیه چگونه عرض و شکایت و پیشنهاد می‌گردد و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عرض و شکایت مردم را چگونه قبول می‌کنند و در حل و فصل آنها چگونه مساعدت می‌نمایند. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nazir, nasılsınız? Assalomu alaykum. Muaz YouTube kanalı SSR TV. Assalomu alaykum. Ben kabul şahranlar acını şunu neticeler boşa. Merhaba. Sağ ol. İyi. Oid murojaati Abdusattor Ikromjon, Cemaat-i Tursunzoda, Derai Zoir, oid judo namudani zamin baroyi sokmoni korxonayi istisoli. Anvarzoda, Oymizozoda, Safarov Abdulganiyev. محترم رئیس ما از جماعت اکرم هستم و از باشگی سخن نامزد در دو زمینه انتخاب کردگیم بعد رتکل شد. خب اوید مراجعت شینه خدیرو مهیا جماعت حسنوف دهی وعدت اوید اجرا نمودنی حلنامه سودی اولی وکالت اجراچی سود یک جایی رفتیم چون حلنامه سود از سود سپردیم اجراچی سود دست اجرایش میشه حلنامه سود این بحث شما با عمق شما مسئله اجرا نمودن منزل استقامتی خب حالا که اجراچی سود مسئله قد کار کردن جواب شما کردن توصیه بدیم و خدمات مراجعت کننده چی نوشتید؟ توصیه بدیم که به خدمات اجرا در ناحیه مراجعت نمایید. اوید مراجعت مومنوف اما جماعت حسنوف دهی بوستان اوید تقسیم نمودنی حوالی و پیسرش طریق قانونی گردانی انورزاده قربانعلیزاده رحمت نورزاده و بعد گرفتن اقتباس از کارخانه بقیه‌گیری با اداره انترنتی مراجعه کنید برای تقسیم حوالیشون. و مراجعت کننده جواب دادید؟ بله. اوید مراجعت رحیموف زاهدالدین بایمیرزاده قربانعلیزاده دورانی فوند ذخیره جماعت منصوب میشد بعد از به فوند مرزی گذراندن میتونه و کمیسیون مراجعه که به طریق کمیسیون داده شود. و مراجعت کننده با مراجعه کننده همون با سند کرده فرموده داده شد. اوید مراجعت منصور و حبیبه خب اوید رساندن کمک برای تراوت پسرش که بیمار میباشد نعمت لازاده رحیم و سعیدی در حقیقت تشخیص های گذراندگی لابراتوری معین گردید که بیمار در تحت نظارت دیسپنسری ما قرار دارد. بیماری گپاتیت سیرویتی گپاتیت در تحلیل گذرانده و داروهای موادهای لازمه رایگان تعبیه نمودیم و با بیمار فهمیدیم که در آینده اگر تکرارا بیاد باز ما میتوانیم تشخیص گذرانده رایگان برای خطی جواب داده میتوانیم. مرحبا شیلتون گذاشته شیلتون زیاده ابراهیم و شکرانه با جماعت توسنزاده کوچه معصوم شیخ معصوم با جای کار تامین نمودم من یتیم کل هستم یتیمی کل هستم خب سال 2017 مکتوم سر ختم نموده با کمک
شعبه مغرب با دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان ختم نمودم. بعد از آن تمام کردم میخوام اونجا کار کنم. در کجا زندگی کرده شدی؟ به شهر بودم. همینجا شهر بودی؟ در کدام کوچه؟ به کجای نصرت الله مقصود. رئیس جماعت میشناسید؟ محترم رئیس، ما تمام هفته بررسی می‌کنیم حضور احتیاج دارن برای همون کادرهای آموزگاری در لیسه خوانندگان بالای‌قد. اختصاصتون چی؟ ژورنالیست. اما تمام هفته دیگر قرار نیست محترم رئیس اگر شعبه تشکیلی شعبه تشکیلی رو باید دستو شما معلم شما یک جای اهمیت شما میگیره جایی که دست بشینید میگیره فرزند هستی؟ بله چند ساله خوبه؟ کما؟ چند ساله ای فرزند؟ 2 ساله. خوردیش همین 2 ساله؟ یک فرزند. محترم رئیس حاضر هستم، ما باید یک قبول بدم می‌برم. ربیع فخرالدین جماعت صبور برای دوستان سلام علیکم محترم رئیس. ما نزد شما آمدیم برای امضای قرار. وقتی برادرم 2 قرار داریم. قریب 1 سال میشه این کاری ما حل نمیشه محترم رئیس. اونجا زمین سال رو دادیم و کمیته زمین داریم. باید تیار کردم، همش تیار کردیم، آوردیم اینجا موندیم. و یک کمبودی برو آوردن گفتن که معلومات ما بیار. ما دادم بردیم جماعت معلومات ما گرفتیم. با آوردن در اینجا دادن. با همون 3 مدر دادن اینجا. با 4 با سبب گرداندن چی بود؟ همون هر 3 آوردیم. با 4 بار گفتن که پیشنهاد علیش میکنیم. با رفتیم پیشنهاد حوزه نو کردیم علیش کردیم آوردیم. خیلی امروز قبول شما است. خیر پیش شما. ایش کیه؟ باید برادرم بشه. هر دو شما. تو خراب داره. این پیشنهادشون نو کردیم بشه. نزدیکی دارید شما؟ ما کمیته زمین ایوب محمد میدیم نه. امروزاده کمیته زمینسازی رئیس جماعت آموخته پیشنهاد میبینم بررسی میکنم نزدیک هر دقیقه میدوید ارتکو ملیکه زمین هست رهنی آمدم همینجا و رفتن من در 1 ماه نگاه کردم نرفتم دکترخانه دکتر با آمدم من رفتم گفتن که آمدم شما آمده به قبوله؟ بله پروژه که خود جدا میشه در حقیقت رو نشون داده باید باید خودشون سرویس خصوصی قبول کنن. وای اون سرویس خصوصی که مونگی کلیسا همزمان چیز همسایه‌اش. راهی ها. با سرویس باید باید خودشون مصرف کنه چند که استفاده برای رسوده ایسو خودش به وای زمین میاد. همسایه تو روزی نمیشود؟ همسایه روزی نمیشود؟ چند قدر زمین داری؟ با میرزا زاده قربان علی زاده رئیس جماعت مدتی 5 روزه رفته میبیند پیشنهاد میکنند حل میکنند میوید یک قسمش حسابی اینا باشه یک قسم دیگه شه حسابی خوجگی همسایه میگیره حل میکنه میبینید خب جماعتی شهر نو یکی رفیع زاده خب توجیه کنید مسئله زمین به نزدیار کنیم. شما مراجعت کرده بودید؟ در خیلی هستم؟ شما چی گفتم؟ زمین دادن ما زمین دورانده بود ما اویو زمین برونده نمیتونم
حالا در کار که همین شهرم یا سوتکم باشم میشه نزدیک. و شما چی فهموندن؟ فهمیدم که خیلی آمادن گرفت میشه این 3 سالکی نمیشه. aynı zaman imkanat جدا نامدن اقتدار زمین در حدود جماعت دیوت شهری نو نیست. امکانیت بداگیر شما را جدا کرده دادن. اگر شما راضی نباشید سند کنید، پیشنهاد کنید کمیسیون در حالت پیدا شدن برای عوض نمودن و نگاه میکنید که زمین جدا شد. aynı zaman ما مراجعت شما را باز کردن. من وکیل در باید وقت خونه کنم برام زنگ گرفتم در خونه سرگرم میتونم. امکانیت بداگیر ما استفاده بودیم جدا کرده دادن شما را زمین. aynı zaman نداریم امکانیت. من چیکار کنم من اونجا هم پختا مثلا من ایلاج ندارم من خونه برای شما در حدود جماعت شهری نو ما زمین برای جدا نمودن خانه استقامتی نداریم. 3 سال شده من باید سرگرم دستگیری کنم دولت باید ما یکان از دستگیری نمیکنم. در دایره قانون بشه ما از قانون پروانه نمیکنیم. امکانیت بداگیر شما را جدا کرده دادن زمین. من فکر نمیکنم که سرگرم چیکار میکنم که یکان کوچه رو فیضاده دارم. نفهمیدم. یه مسجد غیر رسمی از کوچه رو فیضاده دارم. شما چیکار میکنید؟ من اینجا 3 زفر کنم. اولی که من خیلی من کارت پلات هم اسپارو با پیتانی پریز میشه تمام من یکان چکرانم که باید جمع نمیشم. ما مراجعت شما را قانونماز کرده نمیتوانیم. مرحمت همون چی امکانیتی بود که جایی که زمین جدا کردن همونجا بدیم میسوزیم. ما ایلاج ندارم وقتی اونجا رفتم ما هم ایلاج نداریم. در زمین‌های آبی و زمین‌های کورم و حقوق دادن زمین نداریم. گپ درباره از سوتیق نمی‌رود. گپ درباره قانون و قانونداری می‌رود. ما هم طریق امکانیت در حدود جماعت شهری نو نداریم. امکانیت بداگیر شما را پیشنهاد کردم. شما راضی هستید؟ جماعت استقلال دهه فیض‌آباد قائد انداز خوجگی دهقانی قزلبلاغ. محترم رئیس من پسر رحمتی بیردی جلال رئیس خوجگی دهقانی قزلبلاغ. رحمتی پدرمان در نامشان خوجگی دهقانی داشتند در ازاگی 36 نفر خوجگی از آن خطی. بعد چند هکتار؟ 1065 هکتار خطی چراکوش 244 هکتار کورانبر. از آن ما سهامدارا 17 نفر 2022 جدا شدیم از خوجگی دهقانی قزلبلاغ. باقی مونده زمین در سهامداری مونده نیمش موند. ما 121 هکتار خطی برآمدیم 123 هکتار زمین در خوجگی دهقانی قزلبلاغ موند. در حال ایستاده است لیکن موندگی سهامدارا خوجگی را قرارش نگرفته است. مثلا حجت نکرده است که انداز برنامه همو رود. حالا در انداز خوجگی دهقانی قزلبلاغ در نام رحمتی پدرم رفته است. خرج زیاده از 40000 زیاد شده انداز. در نام رحمتی پدرم همراه ما میخواهیم که دیگر سهامدارا سهامشون گیرن حجت کنن و اندازشون بسپارن. نباشازی حالا 2021 پدرم گذشتگان انداز در نام همه. در یک سال خصوصی؟ نه او خرد 2018. 2018 چند سال گذشته شما نوکر؟ ما چند بار مراجعت کردیم از 2018 نقل بود. خرید خوجگی دهقانی 2018 نقل بود. از 2019 تا همین سال 62000 شد و پارسال قرض تقسیمات کردیم. قرض در زمین خطی؟ نه سری سهم ده تقسیمات کردیم. تقسیمات 36000 در گردن موشید سپاریدیم. خوجگی علاوه کرده که گرفته بردیم جا مونده که رئیس امو سه کس بود رو جواب کرد که امو خواستیم که امو را برند اول امو باقمانده روبانی خوجگ اینا رو وفات کردن پراتکل سم قد ایواز کنم باقمانده پراتکل شو پیشم و حجت کرده یک چه روبار تعیین کنیم بعد امو انداز کنم اول ویا چی میگن؟ ویا محترم امو 14 نفر موندگی است علاوه علمو که اول شما پروتکلتون در جنبسته نوع سردار تعیین کنید و پیشنهاد کنیم علاوه باشه علاوه سر هکتار تقسیم کرده بیتیم. کی رئیس جمهور؟ تام رئیس سهامدارایی که در همین خوجگی دهقانی قزلبلاغ بودن تام رئیس اینا جدا شدن برای موندگی هستن با 13 نفر دیگه 17 نفر دیگه باید برای تام رئیس همین اندوز از سپوران وقتی به جنجال بحثی بودیم
نکردن این کار تا حالا امروز نسپرسودن زمین استفاده بردن اندازشان از کردن این مرده گفته هست یعنی رزیمه ما جدا کنید اونا خواهی کنی که شو اندازشان از کردن این گریف زمینه شگریف متمرز وای موندن وای باید گیرم زمین برای چی نمیسپرن آقای دامو در قید دامو میگه علاوه یک قسمش استفاده میره نمیشه برای ما گفته که همون عرضه که او هفته اومده که برای ما فهمیده که برای پروتکل کنه یا تا سردور تایید کنیم و دانو محاول از نو بقید گیری کنیم وقت متخصص بلوقات ولی نمیخوان نمیخوان چی؟ علایده از 3-4 تاش میخوان اما رو کلمه دیگه من برای خطی مراجعت کنیم که علایده کنیم بخونم نشه ماده 28 قانون درباره خواجگی دیگه علایده کلمه دیگه با میزوزاده چی پرابلمه؟ همین مسئله که اون گفته گذاشتن در حقیقت یخیلوش زمین شگفتگیان اندوز شناس بریده است و باقی مونده است نمیخواهد که کجا بیاورید کنند و معصیت دادیم که خربیتون اگر خطی مراجعت کنیدتون ما بجتون تولید کرمیتیم یکم پرابلم نیست پرابلم را خود ما سازدار کرد همینه یکم پرابلم وقتی که خواجگی تجدید می شود تمام سرخی اندوز خطی تقسیم می شود سر سامدار سر زمین تقسیم می شود این وظیفه جانی شما است کمیته زمین سازی خطی رئیس جماعت خطی رهبر خواجگی خطی هیچ پرابلم مطرح نشده باید همین استفاده برده سام خودش برای گبزنی نمیمونه و بیزوزاده کمیته زمین‌سازی رئیس جماعت رهبر خواجگی سند میکنه دماشا ایکای شما خواجگیتون علایده کردید چقدر زمین و ماندگی از کی استفاده میبرند در اساس چی استفاده میبرند قرض بدگی را تقسیم میکنه با زمین سهمشون خطی اتوماتیکی خودش میبره که همین سهمدار نمیقدر زمینش نمیقدر قرضدار اندازه از چیزی که باشد نمیقدر قرضداره محترم رئیس باید مسئله دیگر که سهمدار هست مزمن ولی سهمدار بسیار زمین استفاده نمیبرد به سهم در راه اقواگری جنجالی به سهم اصلا چه باید؟ همون دهت زندگی میکنن لیکن به سهم زمین استفاده میبرن همون وقتی کشت میشن میان جنجال میکنن اقواگری میکنن همینجا هر روز قبول میتونن بعد میرم زمین تقسیم کردن به سهم استفاده لیکن نالوگ در گردن ما در گردن ما مهندس امسال زیاده است 40,000 60,000 نالوگ من 36,000 تا پورتفولیو سپردم امسال هم در اکسترا دستم هست من وابسته کردم اومدن فوجاتون پیشنهاد میکنه تماشا بررسی میکنن تصمیم میکنن دیدی رو امینه استقلال یعنی دهبیر مسئله باز با همسایه‌اش خب من خیلی چند سال شد خیلی شوهرم نوچگی 4 بچه یه دختر از ولی کنم کلام کردم خیلی همسایم خیلی خونی و هست که بومی هست که هم خیلی کرده بودم و یا کچیدم اونجا اصول رفتم همون خونه هم خیلی موند در همونجا اگه خونه هازی دیولاش فرسوده شده چپش رگی در پشت خونه یک میتری را برای که وای همون طرف نوخونه زمینو مایده ده یک میتری پشتگی اکو وای کس آمده میگن که من اینجا نیحال شنودگی منم یه میتری باشه اینجا نیحال شنودم که خیلی اکو زیشتر که خونی همسایده هیچکی نیست و یکون مرغ و پرغ و یکون کس نگذاره هم خیلی محکم شدگی گفتن که همین درختای گیر من یه میتری درون طرف درون درون من گفتم که من این جماعتم آمده دیدم از جماعت استقلال آمده دیدم گفتن که همین جای دیوالی که همین کوهنی که اکو مدتش 20 سال شد 25 سال شد همون جای دیوالی غلطیدگی باید و یا دیوال کنم کو و یا میگن که نه من درون میدارم جماعت چی گفتن؟ گفتم که جماعت گفتن که همون دیوالی که فرسوده شدگی دیوالی خودتون احوای باید که شما دیوال کنید من لازم آوردم از دعوت بودم تخصص روی کردم خریده هم دیدم گفتم رئیس بحثی خصومت بین یک دیگه من میخواد درو گفتم بودجه پیشنهاد کنید شما هم و یک سم پیشنهاد کنید اگه بودجه بدیم و ببینیم که زمین شما چند قد از زمینی و یک چند قد بودجه پیشنهاد نشده هم بودجه پیشنهاد کنید اگه زمین بهشون خانه ها کدوم شده سوتا شده خانه
کدام صبح خانه 91 گرفتیم تقریبا سال گذشت تا خونه سال شد میگم همین خیلی معده ساختیم همسایه‌تون هم همین همسایه هم خونی معده ساخته بودیم همون رات همین کریم بابایف یک قط خونی معده ساخته بودیم بعد خونوی بچه‌ها کلان شد خود خونی کلان ساختگی انا وای آدم خونی کلان ساختگی نه قطع همون اویلشون اقفای همون یا اویلی دیگه گرفتن اقفای هوایی رو رفتن و خونه ما صوت خواستن معین است فضا میتون رئیس 10 صوتی این کسو اول 10 صوتی خوشی وجود دارم من پس برای جماعت نیست نیست انا آزاده گویزوزاده انا می پرابلم ندارم این رو بیان شد چی سوخت اگر در اساس چی سوخت اگر بعضی حجت ما را پیشنهاد بکنن خواجگی دو دست است خواجگی دو دست برای جماعت باید که قرار میبرود بعد رئیس نهایی میبرود قرار اینا همه سرگونه ساخته گیرن یکان اساس شیدن نمیتونن اینا خود سرگونه ساخته گیرن شما در کتابتون خیلی کرده گیرن من امروز نماده پرابلم میشد که کوتاه زمین سازی بول میسازده شما ارکیتکت شما رفتم میبینم باش میکنم رئیس جماعت من همین مراجعتی که هست در محل رفتم میبینید من دیدم سوچه رسما نیست رسما خیلی پیشنهاد میکنه که در حقیقت رفته در جز دیدم با همون مراجعت کننده رسم کنم میگه بعد دیگر اخباراتتون پیشنهاد میکنه این بود قبول شهروندان از جانب رئیس ناحیه ولیزاده عبدالقادر ایسوف. در اینجا نسبت دیگر واقعیات تفاوتی بود که پیش از قبول شهروندان رئیس ناحیه آن مراجعتی که یک هفته پیش شهروندان به عنوان رئیس ناحیه کرده بودند و در قبول حضور داشتند آنها را رئیس یک به یک بررسی نموده از مسئولین ساحه جواب آنها را یعنی که حال آنها را پرسان شد و سپس به قبول شهروندان شروع کرد و آن شهروندانی که با عرض و شکایت مراجعت کردند از جانب رئیس ناحیه خیلی خوب پذیرفته شد و باز به مسئولین سپارش دادند که در حل و فصل مشکلاتی که امروز شهروندان به رئیس ناحیه مراجعت کردند در حل آن مساعدت نمایند.